قریب 6 ماه انتظار بودیم که به چنین روز میسر کردیم. امروز صد باره و شکر میکنیم که به این روز رسیدیم. رحمت به همه اهل کارکنانی تیپ که ما رو امروز به همین قدر روزها آورده رساندن. چندین کس مراجعت کردن، ما فرمانده سادیم که همین قانون‌ها که رعایت کردن در اختتام توی گذراندن ممکن است. روزی شده برفت آسیا. با وجود آن که با روی گذراندن توی مرکه اجازت شده باشد هم شاید این حالت با درک نمودن وضعیت پر را برطرف نگردیدن این پاندمی باشد که همون شهروندان خودداری نموده ایستادند.